سلام و درود خدمت خانواده سیلک بای. خوش اومدید به یکی دیگه از سری ویدیو آموزش وردپرس که همونطور که می‌دونید روی لوکال هاست هستیم و یه خلاصه از ویدیو که قرار ببینید بهتون بگم اینه که ما قراره هدر رو طراحی کنیم و یک سری الماناش قسمت یک هدر، یه قسمت دیگه هم داریم، یک سری المان ساده رو می‌خوایم معرفی کنیم. اگه سیلک بایتی نیستید پیشنهاد می‌کنم که ما بپیوندید و دوره ها رو با ما جلو ببرید. فعلا دوره وردپرس داریم آموزش میدیم، بعدش هم احتمالاً دوره‌های دیگه طراحی سایت و حالا دوره سئو هم احتمالاً جزء دوره‌های بعدی باشه که حتما بچهای سیلک وایت، بچهای فامیلی حتما تو کامنت ها بهمون میگن که دوره بعدی چی انتخاب کنیم. هرچی هم که اون نظرات بیشتر باشه همونو میریم. خب بریم برای آموزش. اول از همه وارد پیشخوان میشیم که همونطور که بهتون گفتم وم سرور رو باید حتما ران کنید. همیشه ران که کردید، حالا توضیحاتش رو جلسات پیش دادم که میتونید برید ویدیوشو نگاه کنید. ما وردپرس اینا رو بالا آوردیم و قرار شد بریم که سراغ هدر و دیزاین و حالا کارهای گرافیک تر. اول تو صفحه پیشخوان من یه موردی می‌خواستم بهتون بگم، وضعیت سلامت سایت. این قسمت رو سعی کنید اگه به هاست وصل کردید اکثر تایمی که وارد میشید چک کنید. توی هاست ممکنه این سلامت سایتتون، امنیت سایتتون هم به خطر بندازه. خب ما الان یه سری مواردش رو بررسی می‌کنیم که شما ببینید. خب مثلا یه سری مواردش گفته شما باید افزونهای غیر فعال رو پاک کنید. یکی از افزونهایی که من غیر فعال کردم برای AI المنتور بود NJ. به نظر من خب فعلا لازم نداشتیم تا غیر فعال باشه که صفحه لودینگ خیلی طول نکشه. ما بعدا فعال کنم، حالا یه سری چیزاشم آموزش بدیم که در ادامه ما اینا رو کامل آموزش میدیم. خب سلامت سایت رو از یا پیشخوان میاد یا اینکه تو ابزارها هم میتونید وارد سلامت سایت بشید و اونو چک کنید. یه پوسته پیش‌فرض در دسترس داشته باشید. من اومدم سری پیش چون کلا ما با المنتور طراحی می‌کنیم تو قسمت پوسته ها فقط هلو المنتور رو گذاشتم و بقیه پوسته های مثلا 2002 2025 رو حذف کردم. 2022 بود. دوباره میریم سلامت سایت. یه سری چند تا مورد دیگه هم داره، مثلا چند تا مدل پیشنهادی که برای PHP احتمالاً برای PHP. مثلا این ماژول گفته نصب ندارید، نصبش کنید یا غیر فعال شده. حالا اینا رو ما میتونیم ساده کنیم و اینجا دو تا موردی که من واسم مهمتره به شما میگفتم اینه. ایندکس کردن برای سایت ها، برای موتورهای جستجو. سایت ما یادتون باشه تو وردپرس داشتیم وارد میشدیم گفتیم که موتورهای جستجو نتونن سایت ما رو بازبینی کنن و ببینن. چرا؟ چون ما الان لوکال هاستیم و داریم طراحی میکنیم. روی هاست هم باشین گزینه رو با فعال کنیم موقع طراحی. چرا که وقتی میخوای طراحی کنی تو نیازی نداری که سایت تو بررسی کنن و اگه بررسی کنن برای سئو سایتت یا هم رتبه بندی سایتت که رتبه بالا بره یا مثلا صفحه اول گوگل بیاد مضره. چون یارو میبینه داری طراحی میکنی هنوز مطلبی نذاشتی، ممکنه شما یه ماه اصلا مطلب نذارید، فقط برای دیزاین سایتتون وقت بذارید، هیچ مطلبی تو سایتتون نباشه و این گوگل اینو یه در واقع عیب میدونه و میگه سایت شما ضعیفه، رتبهتون رو میاره پایین. مورد بعدی HTTPS که HTTPS رو من بهتون کامل میخوام توضیح بدم. HTTP در واقع خود پسفند اکثر سایت هاست که برای گوگل اینا میزنی یه کلیک بغلش بکنی اینجا یه دونه HTTP میاد. این اس برای چیه؟ که اینجا هم اکثر ایرادی گرفته برای اس. حالا اینجا دقت کنید، اول اینجا ما میزنیم اینجا کلیک کردیم این ورشم کلیک میکنیم این چیزی نمیاد. چرا؟ چون ما رو لوکال هاستیم و هنوز هاست نخریدیم. این HTTP میشه هاست. حالا این دو تا مورد دیگه شو نمیدونم، یادم نمیاد، خیلی وقته من درباره اینا نخوندم و اون یه بار اول که میخوندیم چون اهمیت خیلی زیادی نداشت فقط یه بار مطالعه کردیم. و حالا این اس آخرش که از همه چی مهمتره، این اس در واقع مخفف شده، مخففه عبارت SSL. SSL خودش مخففه، اینم مخفف اونه. HTTPS داشته باشید شما یعنی امنیت سایتتون تقریبا قویه و از یه حالا لحاظی امنیت قوی دارید که حالا ادیتور براتون اینجا میذاره SSL و مخففشو. کارگر افغانی مظلوم گرفته. و یک سری حالا موارد دیگه اگه لازم بود باز بهتون SSL تو ادامه میگم. احتمالاً بریم رو هاست نصبش بکنیم ولی شاید هم رو لوکال هاست بهتون بگم. خب اینم کشبک شناسایی نشدم، اینم به خاطر سرعت سایته، اینم باز تو سئو تاثیر داره. ولی گفتم مثلا شما یه سری برگه آماده داشته باشید، کش میشه همون مثل حافظه کش، حافظه موقته. شما با یه سری برگه آماده داشته باشید که اگه یه بار مخاطبتون از سایتتون خارج شد دوباره خواست بیاد اونا تو مرورگر آماده باشه و اونا رو بهش نشون بده. حالا ما مثلا نداشتیم فعلا، بعدها میذاریم، اول طراحی کامل بشه بعدش یه سری برگای اصلی رو میذاریم. خب حالا بریم سراغ هدر. شما نمیدونم آشناییت دارید یا نه ولی اگه آشناییت داشته باشید میدونید که هدر به این قسمت بالایی سایت ها میگن که معمولا تشکیل شده از لوگو، سرچ کنسول، ورود و ثبت نام
مثلا یه دسته‌بندی حالا اینجا گذاشته برای ما، یه دسته‌بندی کلی داره که اینا مگا منویی که تو جلسات آینده یه جلسه مختص مگا منو براتون میذاریم. این قسمت آموزش هاست که اینا منوه، و حالا اینورم مثلا دوباره اینم یه منوی دیگه است. میایم اینور دو تا مثلا لینک برامون گذاشته که درباره ما سوالی دارید. و اگه سایت شما سایت فروشگاهی باشه میتونید یه دونه هم سبد خرید براش بذارید، حالا میتونه نمادش رو متغیر باشه. ما از این سایت دیجیکالا رو مثلا داریم که نمادش یه دونه چرخ خریده، اینجا مثلا یه دونه سبده، حالا نمادهای دیگه هم داریم. و آره دیگه همین سرچ کنسول بود و خود چیز که اکثر لوگوها حالا این نداره، ولی اکثر لوگوها آدرس خود سایت رو دارن، یعنی روش کلیک بکنی دوباره همین آدرس سایت میره. این قسمت یه ذره حذف کنیم تا همون .com. خب آدرس سایت میره، ولی حالا این به آدرس سایتش اسور اضافه کرده که برای فروشگاه. یه دونه دیگه هم از سایت‌های خارجیه، میکیا کوبایاشی. این سایت حالا ژاپنی بوده، ولی این دقت کنید یه هدر خیلی ساده ای داره که حالا این انگلیسی باشه دیده میشه. و این ور سرچ رو داره، این ورم دوباره مثلا یه دونه المان برای دسته‌بندی و پروژه و اینا داره. این ورم که حالا بدنه میشه. بدنه در واقع میشه کل بخش اصلی سایت که دقت کنید مثلا ما الان اینجا میریم پایین، این قسمت ها بدنه است. خب تو بدنه مطالب اصلی رو بیشتر کار میذارن. حالا یه ذره بریم پایین‌تر که فوتر هم بهتون بگم. هدر که خب از اسمش معلومه هدر. فوتر هم که خب تقریبا اکثرتون آشناییت دارید و حداقل یه بار رفتید سمت فوتر سایت ها. مثل سایت دیجیکاله که آخرش مثلا تماس با ما گزینه‌های مختلفی حالا داره، مثل خود لوگوی دیجیکالا اون پایینم هست. این قسمت هم مثلا یه سری خدمات مشتری داره که بازم اینا یه سری لینک گذاشته، حساب من، خود کافه ربات و یه سری شماره تلفن، آیدی حالا با بذاره و آدرس. مثلا اینجا قسمت نمادا که اکثر سایتایی که مثلا فروشگاهی یک سری نماد دارن، نمادک دارن کوچولو. این برم که حالا یه دونه مثلا یه صحبت کوتاه پایین‌ترم که بریم حالا این بین دیده بشه، در تمامی حقوق برای شرکت نوآوران رباتیک شریف محفوظ است. این بخش همون حفاظت اطلاعات ایناست که صفحه حفاظت یه دونه برگه داشتی مخصوص محافظت از سایت اونه. حالا ادامه باز میریم بیشتر باشه میشه میبینیم این سایت هم سال باش کار نکردن، همین رندوم دیدم سایت قشنگی گفتم براتون بیارم. اینم باید فوتر داشته باشه، اکثر سایت داره. خب مثلا این فوترش هیچ چیزی نداره، یعنی رسما فوتر خالیه و فقط یه دونه این پیام حقوق حالا محفوظ خاص دیگه نداره. ولی بریم بالا. من دوست دارم سایت دوباره رو کافه ربات یه بار دیگه براتون بیارم. ببندیم. خب این قسمت ما می‌خوایم بریم شبیه این طراحی کنیم فعلا جلسه اول. شما پیشنهاد می‌کنم یه الگو برای دو سه بار اولتون بذارید. حالا ما مثلا این الگو قرار می‌دیم که اگه کسی الگویی پیدا نکرد بتونه از رو ما دوباره نگاه کنه، راحت یاد بگیره، ایراداشو برطرف کنه. خب بریم برای بخش اول. توی بخش اول وارد خود المنتور میشید. یه موردی هم الان عرض کنم. ما یه سری برگه داریم که حالا گزینه‌های برگه هست، یه دونه هم المنتور داریم، ویرایشگر، دوباره قالب‌ها. این دو تا فرقشون چیه؟ تو برگ ما میتونیم یک مطلبی، یک صفحه رو بالا بیاریم، یه صفحه رو طراحی بکنیم برای اینکه اگه جای کلیک کردن وارد اون صفحه بشه. و عموما برگا رو میتونیم جابجا کنیم، یعنی ما میتونیم مطلبش رو عوض کنیم. ولی تو المنتور قالبا این ویژگی رو نداریم. این در واقع یکی از ویژگیاش اینه که حالا این مدلی نیست. قالب رو طراحی میکنید و مثلا برای یه مدت خاصی اون قالب میمونه. مثلا قالب هدر داریم، قالب فوتر داریم. حالا مثلا ارور 404 داریم که اکثر سایت ها دقت کنید مثل خود گوگل ارور 404 شون یه صفحه مشخصی هیچ وقت هم عوض نمیشه. یا حالا ارور 405 شون یه صفحه مشخصی با یه مطلب هیچ وقت عوض نمیشه. اونا قالبن. بدارم چون توی همه صفحات سایت تکرار شونده است ما بهش قالب میدیم چون منطقی تره. خب حالا وارد قالب ها بشیم. الان گفته هیچ قالبی ندارید. ما یه دونه افزودن قالب جدید رو میزنیم. یه نوع قالب رو انتخاب کنید با درجه نام. نامشه که ما میزنیم همون هدر یک. چون ممکنه ما بعدا بخوایم اون هدر رو عوض کنیم راحت بشیم. خب اینجا میدونه انتخاب داره. دقت کنید از بالا که بیاید پایین انواع بخشای سایت رو میگه که با اکثرشون آشنا میشیم. مثل حالا بخش مثلا آرشیو داره، پاورقی که همون فوتر میشه، برگه، پاپ، نتایج جستجو، برگه تکی، نوشته تکی که حالا اینا رو تو ادامه بهتون میگم، دو تا خیلی استفاده میشه. و این قسمت هم سربرگ که همون هدر میشه. مثلا اینجا هم خطای 404 بود که بهتون گفتم. خب سربرگ رو کلیک میکنیم، میگم نوع قالب ما نوع سربرگ باشه. یه ایجاد قالب میزنیم و المنتور میاد اون رو برامون ایجاد کنه.
یکم زمان میبره بسته به حالا سیستمتون و سرعت اینترنتتون. خب این صفحه بالا میاد و تو اینجا حالا میخواد یه سری نمونه و اینا بهتون چیز کنه، معرفی کنه در واقع. ولی ما فعلا نمیخوایم، این موقع ما میخوایم قالب اختصاصی خودمون رو بزنیم، میریم برای شروع کار. خب اولین صفحه که میاد بالا، اینجا رو سری قبل بهتون کامل توضیح دادم، واکنشگرا بودن و دیگه اینور تنظیمات اینا رو توضیح دادم. فقط قبل اینکه ما شروع کنیم من میخوام یه موردی بهتون توضیح بدم. وارد تنظیمات سایت میشید، میایید پایین هویت بصری، این قسمت خیلی مهمه دقت کنید. تو هویت بصری شما برای سایتتون باید یه لوگو انتخاب کنید که حالا ما مثلا لوگوی خود سیلک پایت رو گذاشتیم، نماد سایت رو گذاشتیم. یه دونه حالا آیکون سایت داره که آیکون سایت همون نمادک این بخش قرار میگیره که ما گذاشتیم، ولی الان حالا نمیدونم چرا نیومده. تو خود سایت باشه، الان تو بخش المنتوری مال نیومده. ولی این لوگو رو انتخاب میکنید و این لوگو تو هر جای سایتتون که لوگو بخواید استفاده میشه. و یکم هم حالا بیایم اینورتر اینو ببندیم. مثلا این گزینه دیگه هم داره که حالا سری پیش بهتون گفتم، مثلا عنوان اینا رو میتونستیم مخفی کنیم و حالا یه سری موارد دیگه. مثلا سربرگ پوست سلام داریم، حالا بعدا با توضیح بهتون میدم. دوباره میایم تو المنا. ما تو اینجا چند تا گزینه داریم. یکی اینکه اینجا باز کنیم شبکه داریم و فلکس که حالا شبکه رو جلسه پیش بهتون نشون دادم، الان با فلکس کار داریم. برای هدر فلکس بهتره. یه دونه فلکس انتخاب میکنیم. ما میتونیم یا هی ساختار بهش اضافه کنیم یا اینکه یه دونه ساختار رو عمومی انتخاب کنیم. ما برای اینکه یه ساختار عمومی انتخاب کنیم، ما معمولا ستایی استفاده میکنیم که مثلا کافه بازار رو دقت کنید چند تا بخش داره. این ور لوگو، یه دونه سرچ داره و این ور دکمه هاست که دکمه فروش، دکمه ثبت نام، دکمه ورود و یه دونه هم المان جدا کننده داره که اینم بهتون میگیم. یه جورای دیگه استفاده نکرده، نه. همونجا فعلا استفاده کرده حالا. و یه خط هم این وسط بکشیم، این پایینش هم انگار یه دونه کانتینر جدید بهش دادیم، یعنی یه فلکس باکس جدید بهش دادیم که اومده حالا دسته‌بندی و مثلا یه سری مطالب رو قرار داده تو یه دونه. خب حالا فعلا نمیبندیمش، شبیه بتونیم در بیاریم. خب این بخش اول میتونیم لوگو بذارید یا حالا هر کدوم که میخواید. فعلا ما لوگو میذاریم. میایم توی المنت ها، این بخش اول انتخاب میکنید. افزودن المان رو میزنید، لوگوی سایتتون رو میارید اینجا بارگذاری میکنید. حالا این لوگو من برای چی گفته بودم اون انتخاب کنید؟ به خاطر اینکه وقتی که اونجا هویت بصری رو میذارید، اینجا وقتی لوگو رو وارد میکنید خود همون لوگوی سایتتون وارد میشه و لازم نیست دوباره لوگو رو آپدیت کنید یا آپلود کنید. حالا اگه لوگو رو عوض کنید مجبورید، الان مثلا اگر تصویر استفاده کنیم ما مجبوریم هر بار که لوگو رو آپدیت میکنیم این تصویرها هم آپدیت کنیم. حالا ممکنه این تو 30 تا صفحه تکرار شده باشه و خب تو 30 تا صفحه منطقی نیست که هر بار بخوایم بریم آپدیت کنیم. حالا لوگو رو داریم، ما میریم تو قسمت استایل. اول اینجا رو بهتون توضیح بدم، این برای کیفیته که حالا اندازه و ایناشو بهتون میگه. کپشن هم که میتونیم متن بذاریم ولی متن نمیخوایم فعلا ما. و آدرس سایت که آدرس سایت حالا پیوند ببخشید که ما گذاشتیم آدرس سایت. و دقت کنید تو کافه بازار آدرسی نداره، روش نگه می‌دارید هیچ آدرسی نمیاد. ولی توی سایت رندوم دیگه مثلا بریم در همین پایتون روی خودش که میگیرید دقت کنید، الان این بخش رو دقت کنید میاد آدرس سایت. این کوی آدرس مقصدش نشون میده که همون faradars.org. اون آدرس اصلی سایت هم همونه. کافه ربات ولی اینو نداشته و این آپشن رو نداشته، حالا به هر دلیلی دوست نداشته. ما میتونیم مثلا اینو بذاریم روی آدرس سایت یا روی هیچ، که حالا من بذارم توی یه دونه پیشنمایش هم بگیرم. خب الان آدرس سایت دیگه وقتی این قسمت بالا بیاد نگاه کنید اینجا که نگه می‌دارید بازم اون پایین دقت کنید اینجا سیلک بایت اومد، لوکال هاست سیلک بایت. خب حالا اندازه لوگو رو دقت کنید خیلی بزرگه، برای هدر بودن خیلی لوگوی بزرگه و انقدر معمولا استفاده نمی‌کنم. برای تغییر اندازش ما میایم یه کاری می‌کنیم. توی قسمت استایل ما میتونیم ارز و حداکثر ارز رو تعیین کنیم. مثلا ما حداکثر ارزش رو میذاریم اول. اینجا رو دقت کنید که من اوایلش اینجا رو خیلی باگ می‌زدم، اشتباه می‌زدم. درصد نباید بذارید روی پیکسل. پیکسل که میذارید چند تا ما مثلا گزینه داریم. من معمولا بین 100 تا 200 استفاده میکنم. بعضی وقتا هم اگه لوگو خیلی با کیفیتی باشه ممکنه یه ذره بیارم کوچیک‌ترش کنم که مثلا جزئیات خیلی دیده نشه، چون جزئیات رو نیاز نداریم ما اینجا. ولی مثلا اینجا از 50 شروع میکنیم، میبینیم خیلی کوچیکه برای ما، میکنیمش مثلا 100، میبینیم مناسبه. بازم اگه بخواید میتونیدش بکنید 150 بهتر بشه، بیشتر استفاده کنید.
و چیدمانش هم اکثرا ثبت کنید که مثلا وسط چین باشه. سعی کنید ببخشید ثبت کنید وسط چین باشه. یا شروع و پایان هم حالا بذارید، مدلش رو مشخص کنید که سایت دفعه باگ نزنه. این شفافیتی که خب مثلا ما میتونیم کمش کنیم و درصد صفر بشه کمتر میشه. این معمولا برای استایل خود هدر چیز میشه. خود اینجا که فلکس دادیم تو قسمت حالا فکر کنم طرحبندی شه یا پس زمینه. پس زمینی که بیایم مثلا میتونید مدل رنگ و ایناش هم انتخاب کنید. یا مثلا ما رنگ قرمز متمایل به تیره میدیم و این حالا درصدش هم میتونید تغییر بدید که مثلا روی فکر کنم 70% کافی باشه، یا مثلا 60% که دیده بشه. یه 60% بهش میدیم که این یکم ماته ولی بک‌گراند رو داره. انتشار هم میزنیم. هم یه سیو کلوز بزنید که دیگه نیاد. میگیم میخواید عمومیش کنید. تنظیمات و منظورشه. ما میگیم آره عمومی بشه. نگاه کنید این قسمت هم اومد که یه بک‌گراند بدرنگه ولی خوب بالاخره بک‌گراند دادیم. ما میریم سراغ کنسول سرچ. اینجا یه دونه علاوه رو میزنیم که برای افزودن المانه. میام اینجا با یه دونه سرچ کنسول باشه. حالا بریم پایینتر، دکمه جدا کننده. یکم حالا با سرچ میتونید بکنید ولی من میخوام چون اکثر بچه‌ها مثلا با سرچ اینا راحت نیستن، میخوام همینطوری پیدا کنیم. سرچش خب خیلی راحت تره، سریع تره و سرچ شما بخواید یه سایت بسازید 100% باید از سرچ استفاده کنید. کلا زمان بیشتر تو زمانتون صرفه جویی میکنه. وردپرس باشه. فکر کنم ردش کردم. الان جستجو هست میکشیم میذاریمش اینجا. خب ببینید یه صفحه خیلی مثلا زمختی داره، در واقع خیلی ساده است و اکثرا این استفاده نمیکنن. اینجا میایم تو علاوه محتوا اول بریم بعدا سایت. این محتوا گفته برای شروع جستجو تایپ کنید که ما اینو مثلا معمولا حذف میکنن، یه جستجوی خالی مینویسن، یا اینکه مثلا ما الان سیل پایتمون برای دوره است دیگه، مثلا میزنیم برای یادگیری بیا. مثلا یه مثلا رندوم دیگه برای یادگیری بیا. آیکون شما میتونیم عوض کنیم. اگه کتابخونه میتونیم آیکون براش انتخاب کنیم. حالا آیکون مثلا ما جستجو رو بزنیم ببینیم جستجو میاره. سرچ رو بزنید. خب آیکون سرچ آورد. حالا فقط هم یه مدل داره ولی حالا یه دونه میخوام بهتون معرفی کنم که در واقع بتونید آیکونای بقیه جاها هم وردارید به دلخواه خودتون. خب این الان اومد ولی میبینید اینجا میدونه دکمه جستجو داره. ما چیکار میکنیم؟ میریم اینجا ارسال. میگه ارسال محرک باشه، دکمه داشته باشه. ما میذاریم نه آقا همین کلید ورود باشه، خود این باشه. فقط این دکمه ارسال بذارید، میتونید آیکون هم بذارید. مثلا ما زدیم هیچ آیکون، متن هم زده مثلا جستجو، میتونید حذف کنید. خب اینجا هر دور هم حالا میتونید بزنید که همونجا سرچ کنه هم از اینجا، ولی ما میزنیم کلید ورود. خب نتایجش هم که حالا نتایج زنده است، کوئری که مهم نیست. بعدا باید چیز کنید، سایتتون باید یه سری فهرست و مطالب داشته باشه، بعدا بهتون توضیح بدیم. صفحه بندی هم که حالا میتونید مثلا صفحاتون رو مشخص کنید که با شماره باشه، قبل و بعد باشه، یا حالا موردهای مختلف. دوباره تو خود فیلد جستجو میبینم چیزی نمونده. ما تکمیل خورده اون خودکار رو میتونیم مثلا بزنیم که آقا وقتی طرف داره یه سرچ اینجا انجام میده، مثلا میزنه هم سیلک پایت خودش رو داره سرچ میکنه، یک بار که سرچ کرده در بعد دفعه بعدی، حالا اینجا الان نشون داده نمیشه، برای دفعه بعدی به طور پیش‌فرض مثلا اونو پر کنه. پاک کردن هم ما مثلا یه آیکون داریم که خودش زده کتابخونه آیکون. ما میتونیم مثلا کتابخونه خودش ضبط رو انتخاب کرده. ما میتونیم حالا آیکون دیگه هم انتخاب کنیم. مثلا همینطور میتونید بگردید هر چقدر دوست داشتید تو اینا بگردید، چون اینا جاییه که به دردتون میخوره بعدا. مثلا آیکون حالا خوبی پیدا نمیشه برای چیز، ولی برای ضبط هم مثلا میتونید از آیکون دیگه استفاده کنید. من معمولا آیکون خودم وارد میکنم. یه دکمه دیلیت چیزی وارد میکنیم استفاده میشه. حالا که رسیدیم به بخش افزودن آیکون، من یه چیزی تو این قسمت بگم شاید به جلسه بعد نرسیم. ما یه افزونه داریم به نام افزونه SVG Export. خب ما اینجا میخوام برم ویو بشه ببینم. اشتباه زدم ببخشید. خودشو باید بزنم. حالا خب این افزونه رو میتونید نصب کنید و حالا قابلیتش هم میگم نگاه کنید. مدل مختلف داره. من حالا با این کار کردم بیشتر آشنا، ولی این مدل مثلا من نصب کردم. افزونه رو کروم نصب میشه.
و وقتی میاد اینجا روی صفحه ای میخواید المانای این صفحه رو داشته باشید، یا میکنید یه دونه اسویجی شو میگیرید، یه دونه خروجی بهتون میده. حالا این اکثر الماناشو از المانای خود چیز استفاده کرده و مثلا چیز خوبی ما نداده، فقط همین یه دونه رو خروجی داده. چرا شما نمیدونم، ولی حالا هم یه دونه خروجی داده. ولی ما مثلا میریم دیجیکالا رو بزنیم که دیجیکالا بیاد. دیجیکالا بالا اومد سری بزنیم. حالا یه دونه خروجی میگیریم. ما اینجا چون اکثرش اسویجی اختصاصی استفاده کرده، میبینید که مثلا اینجا مدل مختلف رو داره، از آیکون آپارات، لینکدین، توییتر، اینستا، بله دیگه. حالا مثلا این سری آیکوناست برای راهنمایی به جایی، تخفیف، شعله، اون جستجو. حالا المان دیگه یه داشتش، یه سری فکر کنم بارگذاری نشده، یه بار دیگه بگیریم. آره یه سری بارگذاری نشده، مثل سبد خرید الان اومد، ورود اومد، یه مثلا آیکون تومان اومد، یه سری حالا موارد دیگه هم بالا اومده، تقریبا همین است. حالا فعلا میبندیم. اینو میتونید نصب کنید، استفاده کنید، خیلی هم راحته، لذت بخش هم هست که دیجیکالا حالا اینجا هدرش میبینید. خب مورد بعدی بریم تو همین بخش یادگیری، استایل. خب استایل مثلا یکیش تایپوگرافیه که حالا گفتم مثلا پیش‌فرض باشه، یا اینکه مثلا فونت های مختلف باشه. میشه فونت ها رو عوض کرد، اون دستی هم مثلا میشه وارد کرد، خانواده فونت رو انتخاب میکنیم. آرات فکر کنم مناسب باشه. آره آرات مناسب، کامل قشنگ شد. اعداد فارسی هم میزنیم چون ما سایتمون ایرانیه و فارسی بهتره. اندازه‌ش میخواد که اینجا خودش به پیکسل گذاشته، میتونید هر چقدر خواستید کم و زیاد کنید. من معمولا خیلی زیادش نمیکنم، معمولا همین کوچیک میذارم باشه رو 12 یا 13. ولی داشتم کارفرمایی که گفته آقا مثلا برای منو تا 20 هم بیار، تا 20 همچین حدودی میشه. این وزن فونت این که برای همون در واقع نازک بودن یا کلوف بودن فونت، مثلا حالا زیاده شروع کنیم نگاه کنید این قشنگتره، به آیکونمون هم بیشتر اومد، همینو میذاریم. تبدیل هم که حالا حروف کوچیک بزرگ ما نمیذاریم فعلا چون یه ذره خطا میزنه. فکر کنم بزنیم الان مثلا حروف بزرگو، ما الان چون فارسی خوب چیز نمیکنه، ولی تو انگلیسی باید درست کار کنیم. حروف اول بزرگ. چند سال پیش یه مدت این باگ میزد و حروف اولو کلا جدا میکرد، چه انگلیسی چه فارسی جدا میکرد حروف اولشون. خب سبکشو داریم که سبکش هم حالا مثلا در واقع آپشنای متنی که تو پیام رسانا می‌بینیم فعلا کاریش نمی‌کنیم. اینجا تنظیمات فونت و فاصله بین کلمات که میشه کم و زیادش کرد. من کم میذارم باشه. فاصله بین حروف کمش کنید، خیلی تو هم میشه. سعی کنید مثلا یه فاصله متناسبی پیدا کنید. ارتفاع فونی که برای بالا پایینه که حالا الان چون توی یه خط خیلی دیده نمیشه. دکوراسیون هم هست، همون مثلا دیزاین خودمونه. خب اینجا رو ببندیم. خب رنگ متن رو میتونیم جایگزین کنیم که الان خودش خب سین میتونیم بگیم بدون رنگ بشه، اینکه یه دونه رنگ انتخاب کنیم. این الان مشکی گذاشته، ما طبق چیزی که برای سایت داریم میتونیم در تغییر کنیم، ولی خاناییش کم میشه. حالا میتونید استفاده کنید، ولی من پیشنهاد میدم مثلا بذارید بیشتر مشکی بمونه، خاکستری بمونه. یه آیکون رنگش هم همونو میذاریم، به همون کد رنگی رو کپی میکنیم. اون رنگش رو میزنیم اینجا، پیست میکنیم و آره اون اومد. کنیم یک دست بشه. نوع حاشیه رو میتونیم مشخص کنیم، مثلا ما میگیم نوع حاشیه‌اش یک پارچه باشه و حالا یک پارچه خیلی دیده نمیشه، تو نقطه‌ای بذارم ریزه. نوع حاشیه، عرض حاشیه رو با زیاد کنیم، کنیم نقطه‌اش الان دیده شد. خب یک پارچه هم بذارید که خب مثلا یه حالت خاصی داره. ما الان هیچ میزنیم، نمیخوایم. شو کاد رو داریم که شو هم مثلا میشه حالت گرد بودن دورش. این باعث میشه که اون تیزی از بین بره و هر چی که تو سایتتون از نقاط ضلعی در واقع کمتر استفاده کنید، باعث میشه اعتماد بیشتری بین خودتون و مخاطب ایجاد شه. اینا جزء مثلا قسمت حالا روانشناسی که حالا بعداً احتمالاً تو دوره سئو که مثلا بهتون میگم یه بخشای از اینا رو توضیح میدم بهتون که شما بتونید خب سایتتون اومد رتبه یک، وقتی مخاطب واردش شد باید لذت ببره از سایت دیگه. اینا رو بهتون موقع میگم. سایز آیکونی که حالا ما حالت عادی میذاریم، مثلا میشه کم و زیادش کرد که اونجا کم و زیاد کردیم. یه میریم توی مثلا پیشرفته ببینیم چیزی داره. این فاصله هاست که بالا پایین مثلا میتونیم کم و زیادش کنید. دقت مثلا الان اومد وسط، ولی میتونید مثلا صفرش کنید، حتی منفی میکنید ولی تأثیری نداره. یه فاصله است که حالا فاصله مثلا از اطراف و اینا رو میگه، میتونیم تغییرش بدید.
خب، برای این جلسه به نظرم کافیه. تو جلسه بعد ما هم یه سری دکمه ها رو اینجا وارد می‌کنیم. یه لحظه من تایم ویدیو رو نگاه کنم ببینم اگه طولانی نشده باشه بهتون بیشتر توضیح بدم. Oh my god! Wow! تایم ویدیو طولانی شده بود، حدود 20 دقیقه شده بود و به نظرم الان ویدیو رو قطع کنم. تو جلسه بعدی خیلی سریعتر اینا رو لطفا این ویدیو رو حتما 2 3 بار نگاه کنید که از کارتون مطمئن شید. البته سیلک پایتی ها رو که میدونم همه خانواده 2 3 بار نگاه میکنن حداقل، ولی اگه سیلک پایتی نیستید ترجیح میدم یه بار بیشتر نگاه کنید، چون این جلسه خیلی مهمیه. جلسه بعدی ما یه ضرب میایم وارد همین فضا میشیم و شروع میکنیم به طراحی کردن، از دکمه گرفته تا حالا موارد دیگه که مثلا اینجا دسته‌بندی ها رو بهتون میگم. 2 جلسه دیگه مگامنو رو شروع میکنیم و حالا موارد دیگه رو شروع میکنیم به پیش بردن. خسته نباشید، سلامت باشید. امیدوارم همیشه سیلک پایتی باشید، سیلک پایتی بمونید. در حال پیشرفت ببینمتون. خدا نگهدار.